داستان شنیدنی بهلول دانا و جنیان. روزی از روزها بهلول دانا در بیابانی دور قدم میزد. هوا غروب بود، آفتاب رو به افول و سکوتی عجیب همه جا را فرا گرفته بود. ناگاه در نزدیکی کوهی بلند صدایی شنید، صدایی شبیه ناله، اما نه از انسان. بهلول ایستاد، با خود گفت این صدا صدای دل است نه جسم. باید ببینم این صدا از کجاست. از دامنه کوه بالا رفت. هوا تاریک شده بود، اما بهلول با دلی روشن‌تر از ماه راه را یافت. در قله کوه ناگهان نسیمی وزید و گردبادی کوچک در اطرافش پیچید. از دل آن گردباد صدایی آمد: ای بهلول، قدم به سرزمین ما گذاشتی. ما جنیان کوه بی صدا هستیم. بهلول بی هراس و آرام گفت: اگر از خداوندی که مرا و شما را آفرید فرمان میبرید، از من نباید بترسید. من نه دشمنم نه طمعکار، بلکه جوینده حقیقتم. جنیان که سالها بود در آن کوه پنهان از چشم انسانها زندگی می کردند گفتند: ما از دست آدمیان به اینجا پناه آورده ایم، زیرا مردم زمین به جای اینکه دانا باشند فریبکار و ستم پیشه شدند. بهلول گفت: پس آن ناله شبانه چه بود؟ چه رنجی دارید؟ یکی از پیران جنیان جلو آمد و گفت: ما عهدی با حضرت سلیمان داشتیم که تا زمانی که ظلم در زمین کم باشد ما نیز در سکوت باشیم. اما اکنون صدای ظلم حتی به عالم ما رسیده. آمده ایم تا از تو بپرسیم آیا هنوز در زمین کسی هست که حقیقت را بر زبان آورد؟ دوستان عزیزم، به کانال داستان‌های فارسی خوش آمدید. ممنون که مثل همیشه ما رو حمایت و نظراتتون رو برای ما کامنت میکنید. من حسین راد هستم و براتون داستان شنیدنی بهلول دانا و جنیان را روایت میکنم. لطفاً تا انتهای ویدیو همراه من باشید. بهلول لبخندی زد، عصایش را بر زمین زد و گفت: تا من هستم حتی اگر دیوانم بخوانند حقیقت خاموش نخواهد شد. اما حقیقت را نه با شمشیر بلکه با واژه باید زنده نگه داشت. جنیان شادمان شدند و گفتند: پس تو را برگزیدیم تا هرگاه بشر از مرز انصاف گذشت تو زبان ما باشی. بهلول سرش را پایین آورد و گفت: من نه قاضیم نه پادشاه، اما اگر لطف خدا با من باشد صدای مظلوم خواهم بود. از آن شب به بعد بهلول گاهی در سکوت شب با نسیم کوهساران سخن می گفت. مردم می پنداشتند با باد حرف می زند، اما او با جنیان عهدی بسته بود تا زمانی که ستم هست خاموش نماند. گاهی در ظاهر دیوانگان حکمتی نهفته است که حتی جنیان به آن ایمان دارند. حقیقت با ترس خاموش می شود، اما با ایمان از دل تاریکی هم برمیخیزد. بهلول بار دیگر بی هراس با جنیان سخن گفت. پیر جنی که چشمانی کهنه اما پرنور داشت به او نزدیک شد و گفت: ای بهلول، دل تو روشن است و زبانت بیباک، اما ما با کسی عهدی نمی بندیم جز آن که در بوته آزمون صداقت سرافراز بیرون آید. بهلول گفت: هر آزمونی باشد پذیرا هستم اگر برای حق باشد. پیر جن گفت: در شهر شما مردم بسیار به ظاهر دل بستند. ما تو را به آزمونی میفرستیم که نه شمشیر میخواهد و نه علم، بلکه صداقت میطلبد. سپس از دل زمین سنگی کوچک و شفاف بیرون آوردند. درخششی داشت که نه نور خورشید بود نه ماه. پیر جن گفت:
این سنگ سنگ صداقت است، آن را در کف دست بگیر و نزد مردم برو. هر که به آن نگاه کند باطنش در نگاه تو آشکار می شود، اما باید بدون ترس حقیقت را بر زبان بیاوری، حتی اگر تو را دیوانه تر از پیش بخوانند. بهلول سنگ را گرفت و راهی شهر شد. او وارد بازار شد. صدای فروشندگان، بوی نان تازه، غوغای مردم. اما او با سنگی در کف دست آهسته میان جمعیت می رفت. نخست به مردی رسید با عمامه‌ای بزرگ و چهره‌ای به ظاهر متدین. سنگ را به سوی او گرفت، اما ناگهان در نگاهش چهره‌ای از حرص، دروغ و طمع نمایان شد. بهلول گفت: ای شیخ، چرا چهره‌ات به مار شباهت دارد؟ با زبان شیرین و نیش پنهان. مرد فریاد زد: دیوانه، به من تهمت میزنی؟ مردم خندیدند. برخی سنگ برداشتند که بهلول را برانند، اما او آرام گذشت. سپس به زنی رسید با لباسی ژنده و چهره‌ای خسته، اما چون نگاهش کرد نوری در دلش دید. به او گفت: تو از بسیاری که در این بازار هستند پاکتری. دلت پر از دعاست، اگرچه دستت خالی است. زن لبخندی زد بی آنکه کلمه‌ای بگوید. روزها گذشت و هر روز بهلول با سنگ صداقت در میان مردم میگشت. حقیقت میگفت و دشنام میشنید، اما در هر دل پاکی که میدید امیدی تازه در وجودش جوانه میزد. روزی بهلول به در دادگاه رسید. مردمی گرد آمده بودند و قاضی شهر، مردی با چهره‌ای محبوب و صدایی پرطمأنینه، در حال قضاوت بود. بهلول وارد شد، سنگ را بالا گرفت. چشمان قاضی سرخ شدند. در نگاهش نه عدالت بلکه کینه، طمع و ریا می درخشید. بهلول گفت: ای مردم، قاضی شما چون گرگ است با لباس بره. او نه برای عدل بلکه برای جیب خود حکم می دهد. مردم خندیدند، برخی ترسیدند. قاضی خشمگین شد و فریاد زد: او را دستگیر کنید، این دیوانه آبروی عدالت را برده است. بهلول را به ضرب چوب بیرون کردند، اما همان شب آن قاضی خوابی دید که در میان آتش فریاد میزند و دستانش از خون خیس است. بهلول زخمی، خسته اما سربلند به کوه بازگشت. در دل شب باد آرامی وزید و جنیان ظاهر شدند. پیر جن نزدیک آمد، لبخندی زد و گفت: ای بهلول، تو سنگ را به روشنی بر زمین کوبیدی. نه به سنگ بلکه به خودت ثابت کردی که اهل راستی هستی. بهلول گفت: حقیقت را گفتن آسان نیست، نه به خاطر گفتن بلکه به خاطر گوشهای بسته و دلهای مرده. پیر جن گفت: از امروز تو نگهبان سنگ صداقتی. ما هرگاه که زمین لبریز از فریب شود تو را خواهیم خواند. چند شب از بازگشت بهلول به کوه گذشته بود. جنیان در کنار او گرد آمده بودند. پیر جن گفت: تو آزمون را به درستی گذراندی، اما این پایان نیست. ظلم انسانها نه تنها دل ما را لرزانده بلکه شیاطین دوزخ را نیز بیدار کرده است. بهلول با تعجب پرسید: مگر میان شما و شیاطین جنگی هست؟ پیر جن پاسخ داد: آنان از آتش و تاریکی اند. ما گوش به فرمان سلیمان نبی بودیم. آنان سر به شورش برداشتند و در اعماق زمین پنهان شدند. پیر جن ادامه داد: اکنون که تو حقیقت را برملا کردی آنها بیمناک شدند، زیرا تا حقیقت خاموش باشد آنان در زمین آزادند. اما اگر زبانی پیدا شود که پرده از فریب بردارد نقشه هایشان برملا می شود.
شبی از آن شبها در دل کوه صدای خنده‌ای وحشتناک پیچید. باد سردی وزید و ناگهان درختان خشک شدند. جنیان با ترس و خشم گفتند او بازگشته، زال زلام. زال زلام از سردمداران شیاطین است. هزاران سال پیش در زمان حضرت سلیمان شکست خورده بود و به اعماق کوه تبعید شده بود، اما حالا با نیروی دروغ‌های تازه بار دیگر قدرت یافته بود. او از جهل مردم نیرو می گرفت، از قاضیان فاسد، تاجداران دروغگو و عالمان ریاکار. بهلول بی آنکه بترسد گفت پس مرا پیش او ببرید. پیر جن هشدار داد این شیطان نه با شمشیر بلکه با سخن می کشد. او چهره خود را نمی نمایاند بلکه در دل انسانها رخنه می کند. بهلول گفت اگر دروغ در دل هاست پس باید با چراغ درون راه را دید. با راهنمایی جنیان بهلول به غاری عمیق در دل کوه رفت، جایی که زال زلام 1000 سال در آن به بند کشیده شده بود. آنجا تاریک بود، فضا سرد بود و سکوتی سنگین، آنقدر که نفس کشیدن دشوار بود. ناگهان صدایی آمد بهلول چرا آمده ای؟ مگر دیوانه ای؟ بهلول گفت شاید، اما اگر جنونم بیدار کننده خواب زدگان باشد دیوانگیم نعمت است. زال زلام گفت دنیا را ببین، همه از من نیرو میگیرند، دروغ، طمع و خیانت. حتی بسیاری از علما و قاضیان ناخودآگاه شاگرد منند. بهلول آرام گفت اگر تو آتشی پس من باران خواهم بود. سپس سنگ صداقت را از جیبش درآورد. ناگهان سنگ نوری از خود ساطع کرد که تاریکی را کنار زد. در آن لحظه چهره واقعی زال زلام آشکار شد. موجودی عظیم با چهره‌های گوناگون، هر لحظه به شکل کسی در می آمد. قاضی، تاجر، عالم یا حتی پیام آور دروغ. بهلول گفت تو هر که باشی حقیقت نقاب از چهرت خواهد برداشت. با فریاد بهلول و تابش سنگ صداقت دیوارهای غار لرزید. جنیان به کمک آمدند. زال زلام فریاد زد تو نمیتوانی مرا نابود کنی. تا در دل مردم ترس و جهل باشد من زنده ام. بهلول پاسخ داد درست است، اما تا در دل من شجاعت و صداقت است تو نمیتوانی آزاد باشی. در آن لحظه بهلول عصای حکمت را بر زمین کوبید. زمین شکافت و زال زلام بار دیگر در اعماق زمین فرو رفت. اما پیش از رفتن گفت من باز خواهم گشت و شاید در لباسی آشنا. بهلول از غار بیرون آمد. نور سپید دم به کوه تابیده بود. پیر جن به او گفت تو نه تنها سنگ را نگاه داشتی بلکه با نوری که از دل آوردی ظلمت را شکافتی. بهلول گفت کار من پایان نیافته. تا زمانی که فریب بر زمین راه می رود من نیز باید راه بروم، دیوانه‌وار اما بیدار. از آن روز مردم می گفتند بهلول با جنیان سخن می گوید، اما در حقیقت صدای وجدان مردمان است. و هر شب که بادی از سمت کوه می وزید آنان که دل آگاه داشتند می شنیدند که در آن باد زمزمه ای است. حقیقت اگرچه تنهاست ولی خاموش نمی ماند. چند ماهی گذشته بود. بهلول بار دیگر در میان مردم کوچه و بازار می گشت، خاموش، ناظر، با لبخند و ظاهری ساده دلانه و قلبی پر از بینش. روزی مردم خبر آوردند بشنو بهلول، از خراسان پادشاهی نو برخاسته، مردی دانا، سخنور، عادل و پرهیزگار.
نامش سلطان نجم الدین است. او آمده تا عدالت گمشده خلفا را بازگرداند. بهلول ساکت ماند، نگاهی به آسمان کرد. ابری سیاه آرام و پنهان از شرق می آمد. چند روز بعد خلیفه بغداد از سلطان تازه آمده دعوت کرد. مردی با لباسی سفید، ریشی مرتب و صدایی نافذ وارد شد. مردم با اشتیاق در مسجد بزرگ گرد آمدند. سلطان نجم الدین گفت: ای مردم، این سرزمین را ظلم فرا گرفته. من آمدم تا چراغ عدل را بیفروزم. من با خود کتاب دارم، عصای داوری و عهدی با آسمان. مردم اشک ریختند، اما بهلول در گوشه ای از مسجد به چشمان آن مرد چشم دوخته بود و لرزشی در دل حس کرد. این حس آشنا بود، خیلی آشنا. آن شب بهلول در خرابه‌ای خوابیده بود. ناگهان بادی سرد وزید، آتشی بیدود روشن شد. پیر جن ظاهر شد، به بهلول گفت: ای بهلول، زال زلام بازگشته، اما نه چون شیطان، بلکه در لباسی سفید و محبوب. بهلول گفت: حدس می زدم. چرا او همیشه در لباس ترس نمی آید؟ چرا این بار خود را منجی جا زده؟ پیر جن آهی کشید و گفت: چون مردم از تاریکی خستند، اما اگر نور را نشناسند، هر مشعل جعلی را خورشید می پندارند. صبح روز بعد دعوتی برای بهلول آمد. مهر رسمی داشت از طرف قصر سلطان نجم الدین. در دعوتنامه نوشته شده بود: ای مرد حکمت و جنون، تو را به مجلس عقل و نور می‌خوانیم. بیا و ببین که زمان دگرگون شده است. جنیان گفتند: نرو، تله است. بهلول لبخندی زد و گفت: اگر شیر از ترس تاریکی در غار بماند، روباه سلطنت خواهد کرد. قصر درخشان بود، مردم شاد، نگهبانان مهربان، همه چیز کامل، البته زیادی کامل. سلطان نجم الدین با احترام از بهلول استقبال کرد. به بهلول گفت: ای مرد دانا، آمدم زمین را از فساد پاک کنم، بیا و یار من باش. بهلول گفت: تو که هستی ای مرد نیک سخن؟ چشمانت چیزی میگوید که زبانت پنهان میکند. سپس از آستینش سنگ صداقت را بیرون آورد، اما وقتی آن را بالا گرفت هیچ نوری ساطع نشد، همه چیز تاریک ماند. بهلول شگفت زده شد. این اولین بار بود که سنگ صداقت هیچ واکنشی نشان نمیداد. او در دل فهمید زال زلام چنان استادانه نقاب زده که حتی ابزار صداقت هم گمراه شده. بهلول پریشان شد و در دل شب به کوه برگشت. جنیان گفتند سنگ حقیقت را نشان میداد، چون دروغ‌ها ساده بودند. اکنون با دروغ پیچیده‌ای از جنس امید و هدایت روبرویی. در همان شب بازگشت از قصر، بهلول با دل مضطرب کنار آتش نشست. پیر جن آهسته نزدیک شد و گفت: بهلول، سلطان نجم الدین کتابی در دست دارد که گمان میبرد از آسمان است، اما آن کتاب نه کلام خداست نه حکمت بندگان برگزیده. آن کتاب زال زلام است، نوشته شیطان. بهلول با حیرت گفت: و مردم آن را میخوانند؟ پیر جن گفت: با اشک در چشم و عشق در دل، همان گونه که میتوان جام زهر را با عسل پوشاند. سنگ صداقت خاموش شده بود. تنها راه باقی مانده آینه نوری بود. افسانه‌ای قدیمی در میان جنیان که میگفتند تنها آینه‌ای که نیت را نه از لب بلکه از نبض آشکار میکند. پیر جن گفت: آن آینه در دست سهام است، پادشاه جنیان سفید.
او در سرزمینی زندگی می کند که نور سایه ندارد، اما راه رسیدن به آن از میان 7 دروازه نفس می گذرد. بهلول گفت پس وقت آن است که از ظاهر مردم عبور کنم و به درون خود سفر آغاز کنم. دروازه اول بلند طلاکاری شده با نوشته‌ای بالای آن: تنها آنان که خود را هیچ بدانند از این در بگذرند. در آستانه در بهلول دید که لباسی سلطانی بر تن دارد و مردم در برابرش سجده می کنند. ناگاه فریاد زد: من کیستم که در برابر من خم می شوید؟ اگر دانایی دارم هدیه است نه حق. لباس سلطنت سوخت و دروازه باز شد. در این دروازه بهلول شاهد شد که جماعتی سنگ در دست دارند و او را دیوانه می‌خوانند. هر ضربه به جانش می نشست، اما نمی توانست پاسخ دهد. در دلش آتشی برخاست، خشم. اما صدایی از درون گفت: اگر پاسخ خشم را با خشم دهی، تنها آتش را شعله ورتر کرده ای. او نشست، لبخند زد و خشم در او مرد و در باز شد. دروازه های 3 تا 6 آزمایش هایی بودند: شهوت و وسوسه، شهرت و فریب مردم، ترس از مرگ و وابستگی به گذشته. هر بار بهلول نه با جنگیدن بلکه با پذیرش گذشتن و فروتنی از آنها عبور کرد. در آخرین دروازه سکوتی مطلق بود، نه نگهبانی، نه هیولایی و نه آزمایشی. فقط یک آینه بزرگ در وسط زمین بود. وقتی بهلول نزدیک شد تصویر خود را دید، اما به جای خودش تصویری را دید: زال ظلام خندان در هیبت خودش. بهلول ترسید، اما صدایی از درونش گفت: هر شیطانی نخست در درون تو پنهان شده. اگر او را در خود بشناسی، بیرون از تو ناتوان خواهد شد. بهلول با چشمان اشکبار گفت: اگر تو در منی، پس با نور ایمان نابودت خواهم کرد. نور برخاست و آینه زلال شد. بهلول با آینه نوری در دست از دروازه ها گذشت و نزد جنیان بازگشت. پیر جن گفت: اکنون می توانی دوباره حقیقت را ببینی، حتی اگر در زر پیچیده شده باشد. او رو به بغداد رفت و این بار نه با سنگ صداقت بلکه با آینه‌ای که قلبها را می خواند. بهلول با آینه نوری به بغداد بازگشت، اما شهری که روزگاری آشفته بود اکنون آرام، شاد و پر از پرچم‌های سفید شده بود. همه از عدالت سلطان نجم الدین می گفتند. در هر کوچه صدای واعظانی بلند بود که می گفتند: حق با سلطان است، او فرستاده نور است، کتابش همان نجات وعده داده شده است. بهلول زمزمه کرد: چه فریب بزرگی! هرچه ظاهر زیباتر، باطن میتواند زهرآلودتر باشد. در میدان اصلی شهر سلطان نجم الدین مشغول خطابه‌ای پرشور بود. بهلول آهسته نزدیک شد، آینه را بالا گرفت و ناگهان تصویر حقیقی سلطان در آینه پدیدار شد: زال ظلام. اما نه برای همه، تنها آنان که دلشان پاک بود. آنان چهره واقعی را دیدند، چهره‌ای با چشمانی تهی و زبان پر از آتش دروغ. مردی در جمع گفت: من دیدم. دیگری گفت: من نیز دیدم. چهرهش عوض شد. همه افتاد. شک آغاز شد. بهلول وارد کتابخانه قصر شد، جایی که نسخه هایی از کتاب نجم الدین نگهداری می شد. در آنجا با کمک یکی از جنیان سفید که پنهانی وارد شده بود، سطری را در صفحات آخر کتاب پیدا کرد که با جوهری خاص نوشته شده بود: اگر این کلمات را با یقین بخوانی، قلبت از نور خواهد سوخت و بندگیت آغاز خواهد شد.
این سطر نفرینی بود، نه دعای هدایت. بهلول گفت این کتاب قلب را نمی گشاید، آن را به زنجیر می کشد. مردمی که چهره واقعی سلطان را در آینه دیده بودند آهسته آهسته دور بهلول جمع شدند. کم کم نجواها به صدای آرام بدل شد. گفتند شاید او حق می گوید، شاید این پادشاه آنی نیست که می نماید. نجم الدین خشمگین شد، دستور داد بهلول را دستگیر کنند. اما آینه نوری هر که به آن نگاه می کرد با درون خود روبرو می شد. نگهبانی که برای دستگیری آمده بود ناگهان گریست و گفت سالها مردم را برای این دروغگو کشتم، مرا ببخش. بهلول در جمعی کوچک اما بیدار سخنرانی کرد. زال زلام نه در غار نه در دوزخ، بلکه در دلهایی خانه می کند که از پرسیدن واهمه دارند. او پرسشی بلند در میان جمع مطرح کرد. ای نجم الدین، اگر حقیقت با توست در آینه ما نگاه کن. سلطان خندید، نزدیک شد، اما در همان لحظه که چهرهش در آینه افتاد شکافی در زمین پدیدار شد. نجم الدین فریاد زد نه، من پادشاهم، من روشنیم. اما صداهایی از درون آینه بلند شد. تو نخستین دروغ را گفتی و نخستین دروغ همیشه پایان ساز است. بدن نجم الدین از درخشش افتاد و چهره واقعیش زال زلام نمایان شد. او فریاد زد این پایان نیست بهلول، تا دنیا پر از امید کور باشد من زنده ام. و با طوفانی از خاک و تاریکی به درون شکاف زمین فرو رفت. آینه نوری شکست، سنگ صداقت خاکستر شد. اما مردم چیزی در دلشان پیدا کردند که هیچگاه گم نکرده بودند: وجدان. بهلول از شهر بیرون رفت، دگر بار در لباس دیوانگان. او در کوچه ها می گشت و با کودکان بازی می کرد. کسی از او پرسید آیا زال زلام نابود شد؟ او خندید و گفت نه، او هنوز درون بسیاری خوابیده است. اما تا دیوانه هایی چون من هستند که بیدار می مانند، دروغ در دل مردم پادشاه نخواهد شد و دوباره در باد شنیده شد. حقیقت اگرچه تنهاست ولی خاموش نمی ماند. شب بود، مه غلیظی بر شهر بغداد افتاده بود. بهلول در میان کوچه های تاریک و خالی قدم می زد. صدایی نرم اما پرصلابت در گوشش پیچید. اگر حقیقت را می خواهی باید به سرزمین فراموش شدگان بروی. چشمهای بهلول جرقه زد. جنیان کنارش پچ پچ کردند. آنجا مکانی است که هیچ انسانی تا به حال از آن باز نگشته. در دل بیابانی تاریک دروازه‌ای مه‌آلود ظاهر شد. نقشی بر آن حک شده بود: اینجا خاطرات گم شده در انتظار توست. بهلول دست به در زد. در باز شد و صدای زمزمه هایی شنیده شد. صدای کسانی که فراموش شدند و اکنون در انتظار بازگشتند. در آن سوی در سایه های شبیه انسان اما بدون چهره در انتظار بودند. یکی بهلول را صدا زد: تو کیستی؟ بهلول لبخندی زد و گفت: آن که به دنبال حقیقت می آید. سایه ها شروع کردند به تعریف کردن داستانهایی که در دنیا فراموش شده بود. خیانت ها، عشق های پنهان، دروغ هایی که تاریخ نوشته بود. یکی از سایه ها با صدایی لرزان گفت: ما خاطره هایمان را از دست داده ایم. اگر تو هم فراموش کنی در اینجا خواهی ماند. بهلول فهمید که باید خاطراتی را که همه فراموش کردند بازگرداند. اما چگونه؟ او در میان سایه ها آینه‌ای پیدا کرد.
وقتی به آن نگاه کرد نه تصویر خودش بلکه گذشته‌های دور را دید، لحظاتی از شادی، غم، حق و باطل که همه در مه پنهان شده بودند. اما سایه ها که خاطرات را فراموش کرده بودند هر لحظه تلاش می کردند تا بهلول را از بازگرداندن آنها منصرف کنند. نبردی در ذهن بهلول شروع شد، نبرد میان نور و تاریکی، فراموشی و آگاهی. در نهایت بهلول با قدرت کلام و بینش خود توانست سایه ها را آرام کند و پیام اصلی را دریافت کند. حقیقت نه در بیرون بلکه در درون توست. آن که فراموش کند گم می شود، اما آن که به یاد دارد زنده است. بهلول از سرزمین فراموش شدگان بازگشت، اما این بار نه فقط با آینه نوری بلکه با گنجی از خاطرات و حکمت که می توانست دلها را روشن کند. دوستان عزیزم، ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. لطفاً نظرات خودتون رو کامنت کنید و برای حمایت از من سابسکرایب، لایک و شیر یادتون نره.